سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را برای روز 1 اپریل من مومین احمدی پیشکش میکنم. در این برنامه از آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سرخط خبرها: ابله بود یا نبود، در ولایت ختلان خبر دادند که نقشه دعوت بر ارتش را در روز اول اجرا کردند. برای با سر بالان خدمت کنه با ادا کنه خدمتی وطن تاجیکستان مریضا هستیم. بر اثر ترکیش گاز در مسجد در ازبکستان 3 نفر کشته و 10 کس مجروح شده است. نمیخوانند به وطنشان اخراج کنید. وکیل دومه دولتی روسیه پیشنهاد کرده است که نزدیک به 5 میلیون فرزند مهاجران از این کشور اخراج شوند. در تاجیکستان رسما دعوت بهاری جوانان به صف ارتش آغاز شد و آن 2 ماه ادامه خواهد کرد. در دعوت‌های گذشته از ابله و یا با شیوه زور به ارتش جلب کردن جوانان خبرهای زیادی می‌رسید، ولی حالا مقامات ختلان میگویند در یک روز آن مقدار سربازی که از این ولایت به ارتش لازم بود فرستادند و نقشه را اجرا کردند. برخی پدر و مادران میگویند از سوی مقامات محلی ماها زیر فشار بودند تا فرزندشان را از روسیه برگردانده به ارتش فرستند. محمود جان رحمتزاده از روز اول جلب جوانان به ارتش در ولایت ختلان گزارش آماده کرده است. در ورزشگاه شهر باختر مراسم کلچه‌گزانی صدها سرباز نو برگزار شد. رئیس ختلان گفت این ولایت در روز اول دعوت بهاری نقشه را اجرا کرد. این دعوت دوم است که جوانان دلاور و غیور اختیاراً به صف ارتش پیوسته نقشه دعوت در ولایت ختلان در روز اول به پرگی تامین می‌گردد که این تشبث در سالهای استقلال دولتی در ولایت پدیده بی‌نظیر است. رئیس ولایت افزود که اکثر نواسکران با خواهش خود به خدمت می‌روند. اینچنین در برخی ناحیه‌ها آنها را به کورس‌های رانندگی جلب کرده برایشان شهادتنامه رانندگی داده‌اند. پدر و مادران نوسربازان نیز در نزد بینای کمیسریات حربی جمع آمده فرزندانشان را گسیل کردند. خدمت خوب کند، جای نقل برآمده 2 سال خدمت وطن را کرده بیاید. سالهای پیش شکایت‌ها از سرباز شکار و یا ابله بیشتر بود. اینچنین ختم کنندگان دانشگاه‌ها را نیز پیش از ختم دانشگاه مجبوری به خدمت جلب می‌کردند. اما والدینی که امروز در مرکز ولایت قرار داشتند گفتند که کسی فرزند آنها را مجبوراً به خدمت جلب نکرده است. با سر بالان برای با سر بالان خدمت کنه با ادا کنه خدمتی وطن تاجیکستان مریضا هستیم. با وطن تاجیکستان با ملت خودم خدمت میکنم. ولی برخی خانواده‌ها در صحبت‌های غیر ویدیویی میگویند مقامات آنها را مجبور کردند که پسرانشان را از روسیه فرا خوانند. پدری گفت که پسرش نه و با پول قرض به مهاجرت رفته بود و حکومت ناحیه فرخود برای او بلیط بازگشت گرفت تا به ارتش رود. در بعضی ناحیه‌های دیگر تاجیکستان و گفته شارحان پایگاه‌های اجتماعی خانواده‌ها را دعوت کردند که پسرانشان را به ارتش دهند. وعده شده است که به چنین عائله‌ها کمک کرده خواهد شد. اخراج زیادی مهاجران از روسیه نیز و بهبودی دعوت امسال تاثیر داشته است. حالا ولایت ختلان 210,000 نفر ذخیره جوانان خدمت حربی را دارد. بعد از دعوت بهاری نوبت به دعوت تیر ماهی میرسد. و یک خبر دیگر از پایتخت تاجیکستان. با گذشت 1.5 ماه میبایست امروز جلسه دادگاهی بازبینی حکم مرحله اول پرونده چهره‌های سیاسی و جمعیتی آغاز شود، اما برگزار نشد. دادگاه عالی تاجیکستان 5 فوریه اکبرشاه اسکندرов رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان را به مدت 18 سال، همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را برای 27 سال، جمشید بایف سرهنگ بازنشسته نهادهای امنیتی را 21 سال، شاکرجان حکیمov حقوقدان ورزیده و معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات را 18 سال، عبدالفیض عطایی سردار پیشین ریاست وزارت کارهای خارجی 17 سال، احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را 19 سال و نور احمد غنیزاده سرهنگ بازنشسته را به مدت 18 سال روانه زندان کرد. بر اساس حکم دادگاه در دایره این پرونده و یگانه زن در این پرونده رخشانه حکیمووا خبرنگار و برادرزاده شاکرجان حکیمov را به 8 سال زندان محکوم کرده بود. خبرنگاران رادیو آزادی دلیل‌های برگزار نشدن جلسه بازبینی حکم را پیگیری کردند. با براد یوسفی و ارشاد سلیمانی گوش میکنیم.
دادگاه بازنگری پرونده مشهور تبادلات دولتی که قرار بود امروز سر شود برگزار نشد. گفته شد جلسه دادگاه به سبب ناآمدن دادرس‌ها و دادستان به وقت دیگر میماند. با گفته وکیل دفاع یکی از محکوم شدگان این جلسه میبایست امروز 1 اپریل ساعت 11 آغاز میشد و چون دادگاه مرحله کاساسیونی است در آن بعد 3 دادرس دادگاه عالی و دادستان شرکت میکرد. اما وکیلان در داخل و نزدیکان محکوم شدگان در بیرون بازداشتگاه موقت دوشنبه بیش از 1.5 ساعت منتظر ماندند، اما طوری که معلوم شد نه دادرس‌ها و نه دادستان به جلسه حاضر نشدند. همزمان با مرافعه ناآمدن همه آنها به نظر آنهایی که در اینجا بودند شبهه برانگیز نمود. نمایندگان دادگاه عالی این حالت را شرح نمیدهند. دادگاه عالی تاجیکستان پس از بررسی بیش از 7 ماهه روز 5 فوریه 9 تن از چهره‌های مشهور سیاسی و جمعیتی را با گناه خیانت به دولت، کوشش تبادلات دولتی و غصب حاکمیت با مصادره اموال روانه زندان کرد. نزدیکان بعضی از آنها روز 17 فوریه از زینه اولی دادگاه به دادگاه عالی شکایت برده خواستار بازبینی پرونده و آزاد کردن نزدیکانشان شده بودند. همچنین چند سازمان بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده 130 بانوی فعال تاجیکستان از رئیس جمهور امامعلی رحمان آزادی رخشانه حکیم و مادر 2 کودک خردسال را در دایره این پرونده خواسته بودند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی از نزدیکان محکوم شدگان، آنها از زمان بازداشت تا کنون نتوانستند که پیوندان محکوم شدهشان را در زندان ملاقات کنند. حتی برای این به دادگاه عالی تاجیکستان عریضه نوشتند، ولی در دادگاه عالی تاجیکستان با آنها گفتند که حالا قطعاً اجازت نیست و باید منتظر بمانند. در ترکیشه در یک مسجد در ازبکستان 3 نمازگزار کشته و 10 نفر زخمی شده است. مقامات محلی میگویند مسجد بر اثر ترکیدن گاز خراب شده است. بگزاد هدایت سخنگوی سروزیر ازبکستان گفته است که حادثه را یک کمیسیه حکومتی تفتیش میکند. رسانه‌های محلی از جای حادثه نوار نشر کردند. به نوشته رسانه‌ها گاز در طهارتخانه مسجد اندیجان ترکیده است. در نوار دیده می شود که در نتیجه ترکیش دیوار و بام مسجد خراب شده است ولی سوختار رخ نداده است. گروه کاری محلی حادثه را پاککاری میکنند. رئیست کارهای داخلی اندیجان گفته است که لوله گاز در تخانه یک بینای مسجد شکاف شده، گاز به طهارتخانه و مسجد داخل شده است و وقتی روشن کردن برق مسجد ترکیش شده است. سر از امروز در روسیه فرزندان مهاجران تنها بعد سپردن امتحان زبان روسی برای تحصیل در مکتب‌های همگانی راه می‌دهند. در همین حال یک وکیل دومه دولتی روسیه پیشنهاد کرده است که کودکانی از تحصیل در کنار مانده مهاجران از روسیه به اصطلاح دپورت شوند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرسیاتا. میخائیل ماتویوف وکیل دومه دولتی روسیه طلب کرده است که کودکان مهاجران از این کشور اخراج کرده شوند. ماتویوف با نفرتش به مهاجران مشهور است. او در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که در روسیه تخمیناً 800,000 خارجی سن و سال مکتبی به سر میبرند. از این بین به گفته او تنها 25% با تحصیل در مکتب‌ها فرا گرفته شدند. ماتویوف نسخه یک سند وزارت کارهای داخلی روسیه را نمایش داد که طبق آن گویا 75% فرزندان مهاجران در مکتب‌ها نمی‌خوانند. این وکیل مردمی روسیه ابراز داشته است که قریب 5 میلیون فرزندان مهاجران به اصطلاح کوچه‌گردی می‌کنند. آنها در اینجا به کی در کارند؟ کی می‌تواند فهماند؟ 5 میلیون کودک از تحصیل محروم مهاجران. آنها میدانچه‌های بازی فرزندان ما را بند می‌کنند. آنها در گله گرگان جمع شده در جستجوی ماجرا به مرکزهای تجارت می‌روند و اطفال ما را طعمه حمله‌هایشان می‌کنند. آنها الکی غارت و تجاوز می‌کنند و می‌کشند. از 1 اپریل در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر پایه آن فرزندان مهاجران پیش از ثبت نام در مکتب‌ها باید امتحان زبان روسی سپارند. هر کسی که از این امتحان نگذشت می‌تواند خود را برای تحصیل علاوگی نامنویس کند.
در تاجیکستان از این بابت اگر نفری در خانه‌اش از 10,000 کیلووات ساعت نیروی برق بیشتر استفاده کرد، پولش را برابر با کارخانه و اداره ها خواهد سپرد. نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای ساکنان 36 درم ولی برای کارخانه و اداره ها از 40 تا 80 درم فروخته می شود. از این پیش امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواست که برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن پول آن جوابگری جنایی پیش بینی شود. عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. نباید از 10,000 کیلووات ساعت در یک ماه بیشتر باشد. این محدودیتی است که مقامات تاجیکستان برای ساکنان در استفاده نیروی برق جاری کرده‌اند. اگر کسی این معیار را رعایت نکرد، ارزش نیروی برق برایش بالا خواهد رفت. مسئولان شرکت برق تاجیک مسئله را چنین شرح دادند. تقدیم تعریف با کمیته ضد انحصاری وابستگی دولت قرار حکومت است در همونجا گفتگی تعریف برای نیروی برق همه تعریف ها گفتگی در همونجا گفتگی مشتریان معیشتی که زیاده 10,000 کیلووات در یک ماه استفاده برایشون زیاد است 10,000 بالا استفاده بودگیش با نرخ تجارت حساب کرده می شود. قرار حکومت در این باره سال پیش قبول شده و به اجرا درآمده است. مقامات میگویند شمار ساکنانی که در یک ماه بیش از 10,000 کیلووات ساعت نیروی برق استفاده میبرند حدود 200-250 کس را تشکیل میدهد. رادیوی آزادی بعضی از آنها را پیدا کرد اما آنها نخواستند در روبروی دوربین صحبت کنند. رئیس شرکت برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده سبب تصمیم را پیشگیری از استفاده غیرقانونی نیروی برق نامید. برای هر یک همگام میدونیم که برای یک مشتری معیشتی در حجم تا 3-4 هزار کیلووات در یک ماه این بسنده است برای هر یک اویله. بله؟ لیکن 10,000 علاقه این نشانده آن است که یگان استفاده برای دیگری هست بغیر از آن حجمی که ضرور است برای استفاده معیشتی در یک ماه. از این بالا حتما باید تعریف بازبینی کرده شود و وابسته به همین طلبات مذکور جاری کرده شود. در حالی که ساکنان ابراز نظر نمی کنند، اقتصاددان فاضل جان فتولایوف جاری کردن چنین معیار را در نظام حاضره انرژتیکی تاجیکستان به نفع کار ندانست. اگر ما سیستم انرژتیکی عاقلانه که در اروپا رو سمارت گرید میگویند اگر همین گونه سیستم با ما وارد جاری کرده نشد در این حالت چنین لیمیت گذاشتن بهترین کار میشد. لیکن از سبب اون که تقسیمات سیستم برقی عاقلانه نیست به طریق رقمی که سیستم سمارت گرید در جمهوری تاجیکستان پورا وارد کرده نیست در اکثریت حالا در 90% سیستم ها این سیستم این گونه شرایط ها برای تاجیکستان یک خنده‌آور میگم خطا نمیکنه. در حال حاضر هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تاجیکستان تقریباً 36 درم است. مکتب و کارخانه ها از این بیشتر می سپارند ولی شرکت های عظیم و انگشت شمار چون تلکا کمتر خواهند سپرد. طلبات سالانه جمهوری به نیروی برق در سال 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. تاجیکستان در سال گذشته بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال و به ارزش زیاده از 906 میلیون سامانی به خارج برق صادر کرده است. ارمنستان اعلام کرده است که دیگر پول سالانه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را نمی‌دهد. وزارت کارهای خارجه ارمنستان به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفته است که از این تصمیمش سپد را آگاه کرده است. این کشور قرار درباره بودجه سپد در سال 2024 را امضا نکرده گفته است دیگر مبلغ گذاری را ادامه نخواهد داد. سال گذشته نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان اعلام کرد که کشورش از عضویت در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی خارج می شود. اعتراض ارمنستان این است که این سازمان در جنگ در قره‌باغ وظیفه‌های خود را اجرا نکرد. اخباری از این بیشتر در صفحه تلگرامی ما نشر می شود که پیوندش در زیر برنامه گذاشته شده است. در یوتیوب، اینستاگرام، ایکس و فیسبوک رادیوی آزادی خبر و گزارش ها با عکس و تصویر نشر می شوند. بی خبر نمانید. خدا نگهدار.